به قسمت دوم پاسخ به مهمترین سوالات پیرامون دیابت بارداری خوش اومدید. من در این ویدیو به یک سری دیگه از مهمترین سوالات درباره دیابت بارداری پاسخ دادم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. دیابت بارداری یکی از مشکلات شایع در خانم‌ها در دوران بارداری هستش که در برخی از خانم‌ها این اتفاق میفته و باعث میشه که یک سری از سوالات درباره این مشکل برای خانم‌ها پیش بیاد. سوالاتی که خیلی از اونها بسیار بسیار مهم هستن و دونستنشون و دونستن پاسخ به اینها لازم هستش. بنابراین من در این ویدیو سعی کردم تا گروه دوم مهمترین سوالاتی که برای خانم‌های باردار درباره دیابت بارداری اتفاق میفته رو پاسخ بدم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. یکی از مهمترین سوالاتی که برای خانم‌ها درباره دیابت بارداری پیش میاد اینه که خانومی که مبتلا به دیابت بارداری هست چند وقت باید برای چکاپ‌های خودش به پزشک مراجعه کنه. باید بگم که فواصل مراجعه شما به پزشک کاملا بستگی به شرایط شما به عنوان خانم بارداری که دیابت بارداری داره، آزمایشات شما و نتیجه آزمایشات شما و اینکه شما تحت درمان با انسولین هستین یا نه و در نهایت نظر پزشک داره. بنابراین پزشک شما با توجه به شرایط فعلی شما، نتایج آزمایشات شما و اینکه شما درمان انسولین دریافت میکنید یا نه، فواصل ویزیت شما رو تعیین میکنه. سوال مهم بعدی که برای خانم‌های مبتلا به دیابت بارداری ممکنه پیش بیاد اینه که اگه خانمی مبتلا به دیابت بارداری باشه آیا میتونه زایمان طبیعی انجام بده؟ جواب سوال اینه که ببینید این مبحث بستگی داره به اینکه اولا پوزیشن جنین در رحم چجوریه و آیا مناسب زایمان طبیعی هست یا نه و دوما اینکه آیا سطح قند خون مادر بارداری که مبتلا به دیابت بارداری نرمال یا نزدیک به سطح نرمال هست یا نه. به طور کلی با توجه به این دو نکته‌ای که گفته شد و نظر پزشک معالجتون تعیین میشه که آیا شما میتونین زایمان طبیعی داشته باشین یا نه. به صورتی که اگه شما قند خونتون نرمال باشه یا نزدیک سطح نرمال و پوزیشن جنین و شرایط جنین در رحم متناسب با زایمان طبیعی باشه و هیچ مشکل دیگه‌ای برای زایمان طبیعی وجود نداشته باشه، چه برای شما چه برای جنین، زایمان طبیعی مشکلی برای انجام شدن نداره و خانم باردار حتی اگه مبتلا به دیابت بارداری باشه میتونه زایمان طبیعی هم تحت نظر پزشک معالجش انجام بده. سوال بعدی که برای خانم‌ها درباره دیابت بارداری پیش میاد اینه که خانم مبتلا به دیابت بارداری بعد از طی دوران بارداری و زایمان چه اتفاقی برای این مشکل یعنی دیابت بارداری در اون خانم میفته؟ باید بگم که بعد از دوران زایمان خانم مبتلا به دیابت بارداری در اکثر موارد سطح قند خون به حد نرمال برمیگرده. اگه داروی کاهنده قند خون هم خانم باردار استفاده می‌کرده دیگه نیازی به استفادهش معمولاً نیست و یه جورایی از نظر قند خون و دیابت بارداری هم بیماری برطرف میشه و هم سطح قند خون نرمال میشه. اما توصیه ما به خانم‌های باردار اینه که یک روز بعد از زایمان و 3 تا 4 ماه بعد در 2 نوبت قند خون خودشون رو چک بکنن، چرا که افرادی که مبتلا به دیابت بارداری میشن بعد از زایمان و مدت‌های بعد از اون شانس ابتلا به دیابت نوع 2 در اونها بسیار بالا میره. بنابراین با چک کردن 2 نوبته قند و بعد از این 2 نوبت که گفتم یک روز بعد از زایمان و 3 تا 4 ماه بعد از زایمان، بعد از اون در فواصل منظم قند خونشون رو چک میکنن تا اگر دیابت نوع 2 در اونها اتفاق افتاد هم به موقع تشخیص و درمان بشه. و اما یکی دیگه از سوالاتی که برای خانم‌های باردار و مبتلا به دیابت بارداری پیش میاد اینه که چه عوارضی دیابت بارداری داره. ببینید دیابت بارداری اگه کنترل نشه و اگه درمان نگیره خانم باردار میتونه منجر به عوارضی هم برای جنین و هم برای خانم باردار بشه. عوارضی که برای خانم باردار داره اینه که شانس ابتلا به فشار خون بارداری رو خیلی میبره بالا و آسیب‌های مختلف حین زایمان در خانم مبتلا به دیابت بارداری افزایش پیدا میکنه. زایمان سخت، آسیب به کانال زایمان، آسیب به دیواره واژن
و همینطور آسیب‌های بعضاً عضلات کف لگن و یک سری از عوارض هم برای جنین اتفاق میفته. برای مثال وزن بیش از اندازه جنین، آسیب‌هایی که حین زایمان ممکنه جنین ببینه، آسیب‌هایی به شونه، شکستگی یک سری از استخوان‌ها و همینطور اینم بگم که نوزادانی که مادرشون در دوران بارداری دچار دیابت بارداری بوده و درمان نگرفتن، بعد از تولد در دوران شیرخوارگی خودشون شانس افت مداوم قند خون در اینها هم بیشتر هستش. و نکته آخر درباره عوارض دیابت بارداری بگم که دیابت بارداری میتونه مرده‌زایی و تولد نوزادی که مرده هستش رو هم افزایش بده. اما سوال بعدی که برای خانم ها درباره دیابت بارداری پیش میاد اینه که در دوران بارداری در چه زمانی باید برای چک قند خونمون و پی بردن به اینکه آیا دیابت بارداری داریم یا نه مراجعه کنیم. همونطور که گفتم در خانم هایی که در معرض دیابت بارداری هستن، یعنی خطر دیابت بارداری در اونها بیشتر هست، مثل خانم های چاق، مثل خانم هایی که دارای سابقه قوی قند خون بالا و دیابت در خانواده درجه 1 و اقوام نزدیکشون وجود داره، مثل خانم هایی که از یک سری از نژادهای خاص میان، خانم های بالای 25 سال و همینطور خانم هایی که در بارداری های قبلیشون مبتلا به دیابت بارداری بودن، اینها زودتر باید پیش پزشک مراجعه کنن. اما اگر خانم ها جزء این دسته های نام برده شده نبودن و هیچ مشکل دیگه ای نداشتن، در هفته 24 تا 28 یا همون ماه 6 تا 7 بارداری برای چک قند خون و چک از نظر دیابت بارداری به پزشک مراجعه بکنن. و همینطور این نکته هم بگم که خانم هایی که در آزمایش ادرارشون قند به مقدار قابل توجه دیده شده هم باید زودتر از موعد 6 تا 7 ماه برای چک قند خون و چک از نظر دیابت بارداری به پزشک مراجعه بکنن. و اما یه سوال خیلی جالب که برای خانم‌های باردار درباره دیابت بارداری پیش میاد اینه که اگه یه خانمی مبتلا به دیابت بارداری باشه چه مهارت‌هایی رو باید یاد بگیره برای کنترل قند خونش؟ باید بگم که مهارت‌هایی مثل کار با گلوکومتر، نحوه اندازه‌گیری قند خون خودتون در طول روز و حتی نحوه تزریق انسولین رو شما باید یاد بگیرین که این کار رو میتونین هم از پزشک معالجتون و هم فیلم‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب هست که میتونید برید و یاد بگیرین و از این مهارت‌هایی که یاد گرفتین برای کنترل دیابت بارداری و کاهش قند خون خودتون استفاده بکنید. سوال بعدی که برای خانم‌ها درباره دیابت بارداری پیش میاد اینه که آیا لازم قند خون رو در طول روز چک بکنم؟ چرا اصلا قند خونم رو باید در طول روز به عنوان یک خانومی که دیابت بارداری داره چک بکنم؟ جواب این سوال اینه که بله، لازمه شما قند خونتون رو در طول روز چک بکنید و همینطور دلیلش اینه که با چک کردن روزانه قند خون خودتون شما یک اطلاعات بسیار دقیق و جزئی از وضعیت دیابت بارداری خودتون ثبت میکنین و این رو پیش پزشک معالجتون میبرین و پزشک معالجتون با در اختیار داشتن این اطلاعات میتونه استراتژی درمانی شما رو تعیین بکنه، آپدیت بکنه و اگه نیازی بود به تجویز دارو یا کم کردن دارو یا زیاد کردن دارو یا اضافه کردن دارو، همه اینها رو بر اساس این اطلاعاتی انجام میده که شما از ثبت روزانه قند خونتون به صورت منظم نوشتید و ثبت کردید. بنابراین اهمیت ثبت قند خون به صورت روزانه توسط شما برمیگرده به اینکه شما بهتر و دقیق‌تر درمان بشین. و اما سوال جالب بعدی که برای خانم ها درباره دیابت بارداری پیش میاد اینه که در طول روز چند بار باید قند خون خودم رو چک بکنم؟ ببینید، در طول روز شما 4 مرتبه باید قند خونتون رو چک بکنید. یکی قبل از صبحانه و 3 نوبت بعدیش 1 تا 2 ساعت بعد از صبحانه، بعد از نهار و بعد از شام. به طور کلی 4 مرتبه، ولی گاهی اوقات با توجه به شرایط شما ممکنه پزشکتون صلاح ببینه که بیشتر از 4 مرتبه هم قند خونتون رو چک بکنید در طول روز، ولی استانداردش همون 4 مرتبه در طول روز هستش. و اما به انتهای این ویدیو رسیدیم و از شما میخوام که در ویدیوی بعدی که قسمت 3 پاسخ به مهمترین سوالات درباره دیابت بارداری هست رو از دست ندین و من رو در ویدیوی بعدی همراهی کنید.